هر چی کباب تابه‌ای تا الان خوردی بذار کنار. بیا میخوام یه رسیپی قدیمی و سنتی و قهوه خونه‌ای بهت بدم که نگم برات چی میشه. گوشت، ادویه ها، جعفری، فلفل دلمه، سیر، پیاز ساتوری شده، آرد سوخاری خوب با هم دیگه ورزشون میدیم، ضربه میزنیم. کمی از مواد برمیداریم، کف تابه خوب پهنش میکنیم. برای اینکه کباب تابه‌ایتون ترک نخوره حتما اینجوری دورگیری کنید. با هر وسیله‌ای که دارید و هر مدلی که دوست دارید برش بزنید و بره رو حرارت. رب، ادویه ها، آب لیمو ترش، آب، خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. یه طرف کبابا که سرخ شد برشون میگردونیم، به دلخواه کره و فلفل تون میذاریم روش. از سوسی که درست کردیم روش میریزیم و دوباره میره رو حرارت.